اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در موضوع فضیلت و کسب کردن علم از نگاه امام محمد غزالی رحمت الله علیه میخواهیم با شما صحبت داشته باشیم. البته فضیلت علم در قرآن کریم، در حدیث های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و در گفتار تمام بزرگان ما تا به امروز موقع نهایت بلند دارد. خداوند تبارک و تعالی در قرآن مجید می‌فرماید: استعیذ بالله من الشیطان الرجیم. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون صدق الله العظیم. آیا شخصانی که میدانند و شخصانی که نمیدانند برابر هستند؟ یعنی هرگز نه. آنهایی که علم، معرفت، دانش دارند از شخصانی که علم ندارند مقام و منزلت آنها بالاتر و بلندتر است. در کتاب‌های احادیث امامان علم حدیث باب‌ها و کتاب‌های الهیده در باب علم، طلب کردن علم، فضیلت علم برای ما و شما گفتار گوهربار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را جمع کردند و پیشنهاد ما و شما کرده هستند. و در اینجا میخواهم یک چند لحظه دقت شما را به اندیشه های امام محمد غزالی رحمت الله علیه که در کیمیای سعادت و دیگر اثرهای خود به آن نیز اشاره میکند در بابت چگونگی کسب کردن علم جلب نمایم. امام محمد غزالی در کیمیای سعادت به خصوص که با زبان تاجیکی تألیف آن شخص است، بسیار واضح و روشن بابت طلب کردن علم را به ما پیشنهاد میکند و بحث میکند که حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که آمده است: طلب العلم فریضة علی کل مسلم و مسلمه. صدق رسول الله صلی الله علیه و سلم. طلب کردن علم فرض است بر مرد و زن مسلمان. و منظور از همین علم کدام علم است میگوید. بعضی ها یک علم، بعضی نفران دیگر از دانشمندان علمای دیگر را پیشنهاد میکنند که دانستن همین علم برای هر شخصی مسلمان فرض است. امام غزالی رحمت الله علیه میگوید که شخصی که اگر به بالغ میرسد چنین توجیهات میدهد. شخصی که به بالغ میرسد اولین چیزی که بر او فرض میگردد این گفتن کلمه مبارکه لا اله الا الله محمد رسول الله است. یعنی به بالغ که رسید اولا باید کلمه بگرداند و بعد از آن برای او فرض می شود خواندن نماز و برای آنی که نماز خواند باید که علم طهارت را بداند و بعدا علم نماز را باید بداند و به همین منوال یک علم ها پیش روی او آمدن میگیرد. یعنی که اگر بعدا اگر که ثروتمند دارا باشد با گذشتن یک سال باید علم زکات را بداند تا اینکه از زکات خود حقی که دارد باید که آن را بپردازد به عاملان آن، به نفرانی که احتیاجمند هستند، گیرنده زکات هستند و به همین یک پیشروی شخص علم ها آمدن میگیرد و میگوید که چیزی که برای شخص عمران یک عمر فرض عین می شود این در برابر علم هایی که می آموزد علمی است که میخواهد از روی آن زندگی کند. یعنی میخواهد که از روی یگان کار زندگی کند، مثلا که طبیب باشد یا ساختمانچی باشد. اگر در مثال های امروزه بگیم باید همین علم رو در سطح بلندترین و خوبترین باید از خود کند. حتی مثال های ذهنی نیز امام غزالی میآورد، میگوید که برای دکتری دندان واجب است که علم دندان پزشکی را بداند و به او ضرورت ندارد که علم برزگری و کشاورزی را بیاموزد. و همچنین اگر ما قیاس کنیم در امروز نفرانی که میخواهند ساختمانچی شوند باید که در حد بلندترین این علم را از خود کنند تا اینکه آینده بینای آنها سبب نگردد برای تلفات مردم یا انسانها. اگرچه دکتر باشند همین علم دکتری را، علم طب را در حد بلند و اگر دیگر
نو بس از اون کدام علمی که نباشد وقتی میخوان کسب کنن باید که در حد بلندترین و بالاترین اون علم رو باید از خود کنن و برای آنها همین علم فرض است. این بود نظری کوتاه نسبت به اندیشه های امام محمد غزالی که در بابت فضیلت علم و کسب کردن علم و چگونگی فرضیت علم برای انسان برای شما صحبت داشتیم.